یو گایز چطورین بچه ها؟ من علی هستم و خوش اومدید به یک ویدیو جدید. داخل ویدیو قراره که ماشین قدیمی جی تی ای رو واسه اینا کاستوم کنیم. داخل ویدیو با من همراه باشید. لیتس گو. خب ماشین رو برمیداریم و بریم سمت گاراژمون که اینجاست. بریم که ماشین رو کاستوم کنیم. باید نزدیک بود چپ کنیم. خب به مقصدمون رسیدی و میریم ماشین رو داخل تعمیرگاه میزنیم تا ماشین رو کاستومایزش کنیم. Let's go. خب از اینجا شروع میکنیم. این رو آخر میذاریم 100%. این رو آخر، این رو آخر میذاریمش. اینجا میرسیم به بحث بوق ماشینم. این بوق چند زمانه آسایش میذاریم. اینجا چراغشه، یه چراغ هدلایت آسایش میذاریم. اینجا پایین ماشین چراغ میذاریم. ما میگیم مثلا رنگ قرمزش میذاریم. پلاکش هم که خودش سیاست. خب رنگ ماشین یه کنم که کلاسیک میخوایم و ساده باشه. ما یه رنگ واسش میذاریم. خب رنگ این بدنم، این هم به این رنگ میذاریم و رنگای دیگه هم داره که من دیگه نمیخوام. این هم که ماشین هست. ماشین هم که هرچی بالاتر بهتر. این هم که عمل موتور ماشینه. این هم فولش میکنیم. این هم که نمیدونم مال چیه، من رو آخرش میذارم. خب هیچ رینگ هم انگار واسهش وجود نداشت. Let's go. ماشینی که تحویلمون داد اینا. انقدر روی این ماشین زیاد نتونستیم چیزی کاستوم کنیم به خاطر که خیلی ماشین ساده و قدیمیه. درست نداشتیم چیزی کاستوم کنیم. اینم شد ظاهر باطل ماشینمون خوب شده. یه تست سرعت ازش میگیریم الان. Let's go. تا الان که شتاب خوبی داشته تا الان. ماشین هم ساده و زیبا. این که دود لاستیک رنگ قرمز، هدلایت هم که روش انداختیم و ماشین گاد شد. خیلی خوب. کونت میخوره؟ نه تو کونت میخوره. این هم که ماشین، این هم که غول آمریکایی. با بچه ها این از ماشینمون که امروز کاستومش کردیم. از لاستیکاش، چراغای زیرش، انجین ماشین که امروز کاستومش کردیم. ماشینای دیگه هم کاستوم میکنیم مثل این ماشین، ماشین پشتیش یا ماشین قدیمی دیگه، اونا هم کاستوم میکنیم. این بود از ویدیو امروز ما. چنل ما رو سابسکرایب کنید و لایک ویدیو فراموش نشه.